سلام خوش اومدین. ممنونم، خوشحالم میبینمتون. خانم بهناز، کتاب صوتی، نوین کتاب، ماجرا چیه؟ راستش من اومده بودم تهران، یه خورده غمگین بودم، میخواستم که تو این غمه غرق نشم و تصمیم گرفتم که یک حرکت جمعی رو با خانواده اینستاگرامیم داشته باشیم. یک کتابی رو که قبلا خونده بودم، خیلی دوستش داشتم، یک رمان زنانه است و میره به دنبال نور و آگاهی. تصمیم گرفتم که این رو با هم دیگه بخونیم. موقعی که راجبش حرف زدم توی 24 ساعت اول کتاب تموم شد. همه جای هر کتاب فروشی فارسی که هر جای دنیا بود، از تهران و تبریز و اصفهان بگیرید تا برلین و پاریس و سان فرانسیسکو. و فکر کردیم که خب یک کار جالبتر، یک حرکت بزرگتر انجام بدیم. اسمشو چی گذاشتید؟ این یک کتاب صوتی نیست، با الهام از اون اثر هنری که میگه این یک پیپ نیست. و اسم خود کتاب چیه؟ اسم خود کتاب وانیل و شکلاته. داستان خیانته و هر بار که میخوان این خیانت رو بشوره ببره یک کیک وانیل و شکلات میخورن. و چرا این یک کتاب صوتی نیست؟ راستش چون که نمیشد به شکل سنتی کتاب رو خوند. خب من نسخه ایتالیایی رو دارم، یه کتاب 600 صفحه‌ای رو داریم، من ایتالیاییش رو میخونم، یا باید دو زبانه میشد یا من اصلا گوینده حرفه‌ای نیستم. فکر کردم که خب من یه روایتگرم، من یه قصه گوام و فکر کردم که من اینو روایت کنم. چرا با یه ناشر تخصصی نوین کتاب و چرا در پلتفرم‌های تخصصی حوزه کتاب داره منتشر میشه؟ به این علت که همچنان بخش‌هایی از اون توسط گویندگان حرفه‌ای کتاب داره خونده میشه و خب بخش‌هایی از اون روایت منه و بعد بخش‌هایی هم اصلا نگاه منه. یعنی خواستیم که یک فرم قصه، روایت و کتاب صوتی در کنار هم دیگه قرار بگیره. و از تجربه هاتون توی ایتالیا هم توی این کتاب برای ما گفتید؟ دقیقاً. بخش‌های از اون تجربه شخصی منه، به این علت که ما وقتی یک کتاب ترجمه شده رو میخونیم کلمات رو میخونیم، ولی الزاماً نمیدونیم که توی اون فرهنگ چه معنی داره یا چه بار معنایی پشت اون کلمات، پشت اون عادات مردمی هست. و من سعی کردم که از تجربه خودم توی زندگی ایتالیاییم استفاده کنم و اونها رو باز کنم، توضیح بدم. استودیو چطوره؟ تجربه نشستن پشت میکروفون؟ سخت، دشوار، دردناک، رنج‌آور. مخصوصا این تیکه که نباید تکون بخورم و من نمیتونم، چون من همیشه در حال نوشتنم. یعنی اون شکل روایتی که دارم با کلمات و نوشتنه و حالا که باید با صدا این کار رو انجام بدم، خب خیلی سخت. یادتونه جلساتی که منجر به ضبط نهایی شد یا حالا به نوعی مثلا پیش تولیدها چقدر بود؟ از روز اولی که تصمیم گرفتیم تا روزی که دیگه آخرین روزی بود که وقت داشتیم که محصول بره، چون فقط بخشی از اون اینه که من صحبت کنم و روایت کنم، بعد محصول بعد بره. مهندس صدا مثل این که اینا رو من خودم تازه یاد گرفتم، مهندس صدا این صدای اضافیش رو در بیارن، مثلا مثل این صدا که الان صدای علنگوه من، البته من علنگو نداشتم موقع روایت، و بعد این تیکه ها قیچی زده بشه، کنارم قرار بگیرن، بعد نمیدونم موزیک بیاد، صدای صحنه ها بیاد، صدای گوینده ها و اینا هی باید بازشنوایی بشه. خیلی دشواره و خلاصه از پیش من که میره 1 هفته بعد روش کار بشه. یادتونه چند روز حدوداً شما اومدین توی استودیو تا این مراحل پیش تولید انجام بشه؟ 9 روز کامل. 9 روز کامل کاری. آره، در صورتی که در نظر بگیرید که گوینده‌های حرفه‌ای این کار رو توی نیم ساعت انجام میدن.
یه نیم ساعت میرن استودیو و اون متنی که جلوشونه رو میخونن و تموم میشه. حالتون خوب بود با این کتاب؟ خیلی خیلی، برای اینکه در کنار هم دیگه میخوندیمش و من هر روز پیغام ها رو میخوندم. بهناز این همسر منه که اینجوریه، بهناز این دختر منه که اینجوریه، بهناز منم بهم خیانت شد. در واقع ما میتونستیم خودمون رو توی کتاب به جای شخصیت ها ببینیم و انگار که در مسیر کتاب توی یک درمان، توی یک شفا قرار بگیریم. خانم بهناز، من الان در چه حال و احوالی باشم این کتاب به من کمک میکنه زندگیمو تغییر بدم و اوضاعم شاید بهتر بشه؟ شما یه زن باشید این کتاب برای شما نوشته شده. یک رمان بسیار زنانه با شخصیت زنانه و شاید دقیق تر بگم اگر توی زندگیتون با یک زن سر و کار دارید، حالا اون زن اگر خودتون هستید یا اگر مادر، همسر، معشوق، به این علت که ما در این کتاب با شخصیت ها میریم و توی زندگیشون قرار میگیریم، با اونها زندگی میکنیم و بعد میفهمیم که چرا توی زندگیشون به اینجا رسیدن. پس مخاطب این کتاب با این حرف احساس میکنم الزاماً خانوم ها نیستن. ممکنه که اگر آقایون هم بخونن اتفاقاً دنیای زنان رو بهتر بشناسن. درست هست یا نه؟ فکر میکنم درسته. فکر میکنم من باید نظر خود آقایون رو بشنوم. من چون صفحم خیلی زنانه است و همه خانوم هستیم، راستش خیلی چی میگین به فیدبک؟ بازخورد. چی میگین که البته منظورم بود چی میگیم، منظورم بود که شما که ادبیات فارسی خوندین و خیلی تخصصی کار میکنید باید بگم. آره، بازخوردهای آقایون رو ندارم، نمیدونم. خب پس شاید با انتشار این کار ما اون بازخوردهای متفاوت رو هم داشته باشیم، یعنی هر کدومش شاید جالب باشه. حتما همینطوره. همه کتاب‌ها یه جمله‌ای دارن که وقتی کتاب رو باز می‌کنیم به خاطر اون جمله یا کتاب رو ادامه میدیم یا ادامه نمیدیم. این کتاب هم جمله‌ای داشت که باعث بشه که به خاطر اون کتاب رو ادامه بدیم. آره، اتفاقا توی نسخه مترجم فارسی یک جمله رو توی صفحه اول نوشته بودن که بعد وقتی میریم به متن کتاب یک جای دیگه اون جمله رو پیدا می‌کنیم. دوست دارم که این جمله رو براتون بخونم. La mia condizione è identica a quella di milioni di altre donne. Siamo tutte vittime consapevoli e speriamo in un domani migliore. In un colpo di magia che possa ribaltare la situazione. میگه که شرایط من به مانند میلیون ها زن دیگر است. همه ما قربانیان آگاهی هستیم و به یک فردای بهتر امید داریم. معجزه‌ای که بتواند شرایط ما را تغییر دهد. اینقدر این برای من گیرا و کوبنده بود که من رو نشوند پای کتاب تا تمومش کنم. و تا امروز که برای ما خوندینش. آره.